علم درختی است که بار آورد، جهل درختی است که خار آورد. علم تو را خرم و شادان کند، جهل تو را یکسره ویران کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. درود و سلام عرض می‌کنم خدمت همه بزرگواران عزیز، اساتید محترم، مسئولین محترم، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، خانم‌ها و آقایان. ابتدا سوالی طرح می‌کنم، بعد در رابطه با این سوال خدمت شما خواهم بود. سوال از خودم است. من در سبد خانوار خودم چه وقت و چند ساعت برای مطالعه وقت می‌گذارم؟ آیا اصلا مطالعه می‌کنم یا نمی‌کنم؟ بعد به این سوال جواب میدم. مستحضرید در جهان امروزی 1,700,000,000 مسلمان وجود دارد و حدود 13 میلیون یهودی وجود دارد. از بین 1,700,000,000 مسلمان 40 تا 50% باسوادند و از میان یهودیان 97% باسوادند. الان در حال حاضر 51 کشور مسلمان در جهان داریم. یک کشور مسلمان پیدا می کنیم که 100% باسواد باشند. از میان 1,700,000,000 مسلمان ما 3 جایزه علمی نوبل داریم، در صورت که 180 جایزه را آنها بردند. علت چیست؟ من خوام به این علت تا آنجا که توان دارم جواب بدم. میدانید معجزه پیامبر ما کتاب است، نوشتن است، کتابت است، اقره است، قلم است. در صورت که معجزه پیامبر ما این هستند. قرآن به صراحت می‌فرماید اقره، بخوان. این 2 معنی دارد. یکی معنی خاص است برای پیامبر اسلام، معنای دوم برای ماست. ما امت اون پیامبر هستیم. اون اقره برای ماست. و از طرفی خود قرآن کریم به قلم و نوشتن قسم میخورد. والقلم و ما یسطرون. این قلم که من می نویسم این ابزار است، با این کار نداریم. قسم مال اون ما یسطرون است. ما امت کتاب هستیم، ما امت اقره هستیم، ما امت کتابت هستیم، ما امت قلم هستیم. خواهم اشاره کنم به مطالعه که یکی از مسئولیت‌های ما در جامعه است. اگه من بخوام در افکار و اندیشه و خرد دیگران سهیم بشم، حتما باید ساعاتی را آثار دیگران را مطالعه کنم، هم به عنوان یک انسان، هم به عنوان یک ایرانی. قطعا میدانید این پیام قرآن و دین ماست که مطالعه کنید و پیام ایرانیان باستان است که مطالعه، علم، تمدن، ترقی. اگه بخوام نمونه ای از مثال بزنم، همین دیار کهن مراغه است. یکی از قطب‌های علم و فلسفه و تکنیک و نجوم و ریاضیات و شاعری. خواجه نصیرالدین طوسی اهل اینجا نبود، ولی به علت منطقه ژئوپلیتیک اینجا را انتخاب کرد، برگزید، سخنا گزید و اینجا ماندگار شد. اینجا را مهد علم و دانش و فلسفه و حکمت کرد و دوستان دیگری هم داشت، شاعران بزرگی، دانشمندان بزرگی. همین رصدخانه مراغه در سالهای نچندان دور
مرکز علم، نجوم، علم، نجوم، فلسفه، ریاضیات اینجا بود. حاضر نصیحتی طوسی با دانشمندان بزرگی همزمان بود و اینجا بودند و جمع شدند. شیخ شهاب الدین سهروردی، امام فخر رازی. همین رصدخانه مراغه مرکز و مجلس و محفل و محل تجمع دانشمندان بزرگواری بودند. در این رصدخانه روزی 400,000 جلد کتاب‌های علمی، فلسفی، دینی، ریاضی، ادبیات، نجوم بودند. این پیام است برای ما که مثل گذشتگان باید دنباله‌ی مطالعه و کتابخوانی باشیم. شعرای بزرگی در اینجا بودند. مهد شعر و شاعری است. این کهندیار مراغه همردیف شهرهای استانبول، اسکندریه مصر، سمرقند، بغداد، نیشابور بوده. شاعران بزرگی را در این شهرستان داشتیم. اوحدی مراغه‌ای منظومه زمزمش معروف است و زبانزد خاص و عام است. ایلغار مراغه‌ای، دخیل مراغه‌ای، بارشماز مراغه‌ای و در پایان مرحوم کریمی مراغه‌ای. این نشان می‌دهد که این منطقه سابقه درخشان علمی، ادبیات، عرفان، نجوم و ستاره شناسی بوده و داشته است. این افتخارات گذشته را بر همه جمع حاضر تبریک میگویم. اما عرض من اینجا بود که ما اهل گلم باید باشیم. سخن بزرگان را عرض میکنم. مطالعه یعنی استفاده از خرد و آگاهی دیگران، تثبیت آگاهی ها. و گلم ابزاری است بسیار قوی برای مبارزه با جهل و نادانی و بیسوادی. و اینجاست که قرآن قسم میخورد. به وسیله گلم است که ذات و درون انسان به روی صفحه کاغذ آورده می شود. وقتی به قول آن بزرگ گلم بر روی صفحه کاغذ حرکت می کند و یا گلم بر روی صفحه کاغذ می رقصد و افکار و اندیشه های نویسنده را بر صفحه کاغذ ظاهر می کند و این افکار و اندیشه ها به شکل کلمات و به دنبال هم چیده می شوند، به شکل جملات می شوند، در آن صورت می شود کتابی مثل یک فنجان آرامش. پس نوشتن است که اندوخته های درونی ما را به منصه ظهور می رساند. بیایید با هم مطالعه را در سبد کالای زندگی خود قرار دهیم. آثار و نوشته ها و کتاب های دیگران را بخوانیم تا بتوانیم از خرد و اندیشه و گفتار و نوشته های آنان بهره مند شویم و آنها در زندگی ما تأثیرگذار خواهند بود. و اینهاست در تربیت فرزندان ما و نسلی که به دنیا می آیند، نسلی مطالعه جر، اهل مطالعه، اهل کتاب و به مصداق قرآن کریم خواهد بود. قلم یک وسیله ساده است اما تمام اندوخته های درونی ما را به بیرون منعکس می کند. وقتی مردم در خوابند، قلم حرکت می کند، اندوخته های ذهنی نویسنده را به دیگران منتقل می کند. به این دلیل است که خدای منان به قرآن کریم قسم خورده است. به این دلیل است که در زمان آخر الزمان موعظه پیامبر ما
کتاب و کتابت و خواندن و نوشتن است. پس ما به عنوان مسلمان باید اهل علم و مطالعه و خرد و کتابخوان و کتابخوانی باشیم. به قول بزرگان هر کس هر کتابی را یک بار بخواند میتواند در ذهن آن نویسنده شریک باشد و میتواند از آن بهره برداری کند. در پایان رایزم از همه شما بزرگان، خانم‌ها و آقایان که شرف حضور دارید صمیمانه سپاسگزارم و از 2 نفر تشکر ویژه دارم. یکی داماد عزیزم جناب آقای یوسف نزبور که اگر حمایت‌ها، مساعدت‌ها و راهنمایی‌هایشان نبود کار به اینجا ختم نمی‌شد. و در پایان دست مریضا میگویم، تشکر میکنم از دختر خودم پارین.